میدونی عجیب ترین دشمن رشد یک کسب و کار چیه؟ بازار رقابتی، بحران اقتصادی، کمبود نیروی کار؟ نه، هیچ کدوم. ذهن خود صاحب کسب و کار دشمن اصلیه. پژوهشی توی سال 1941 توی هاروارد نشون داد که مغز انسان در تصمیم گیری به طور ناخودآگاه الگوهایی رو دنبال میکنه که قبلاً با پاداش همراه بوده. یعنی ما به موفقیت قدیمی خودمون شرطی میشیم، هر بار همون مسیرها رو میریم چون یه زمانی جواب داده. اما تحقیقات 2018 دانشگاه MIT ثابت کرد که مدارهای مغزی عادت حتی وقتی شرایط بازار تغییر میکنه همچنان فعال میمونن. نتیجه خیلی از مدیرا، استارتاپ‌ها و صاحبای برندهای بزرگ فقط چون ذهنشون هنوز به الگوهای قدیمی شرطی شده دیرتر از رقبا تغییر میکنن و سقوط